با لایک و کامنت گذاشتن شما این ویدیو به افراد بیشتری نمایش داده میشه. با سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید. سال 70 به اتفاق رفیقم عارف در یک شرکت نقشه برداری مشغول به کار شدیم. 1-2 مأموریت رفتیم. کار خیلی سخت و دشواری بود و ما هم جوون بودیم. اما هر جوری که بود از پسش برمی اومدیم. از مأموریت برگشته بودم و چون با یکی از کارمندای شرکت که سهام دارم بود حرفم شده بود، 1 هفته مرخصی گرفته بودم و به حالت قهر با شرکت بودم. عصر جمعه بود. عارف اومد دنبالم و گفت بریم سینما. یه فیلم خوب اومده، ببینیمش. رفتیم فیلمو دیدیم و از سینما به طرف خونه راه افتادیم. عارف 2 سیگار روشن کرد و یکیشو داد به من و بی مقدمه گفت یه کار نقشه برداری گرفتم. طرفای دماوند. میایی بریم با هم انجامش بدیم؟ من با تمسخر گفتم تو کار گرفتی؟ مگه تو چقدر سابقه کار داری که بتونی کار مستقل انجام بدی؟ این همه شرکت معتبر و ریز و درشت، کی میاد به من و تو کار بده؟ شروور نگو که اصلاً حوصله شنیدن ندارم. خیلی جدی برگشت گفت یکی از دوستان دوران سربازیشو دیده و بهش گفته چند هکتار زمین طرفای دماوند دارن. میخواد تفکیک کنه و بفروشه و چون زمین موروثیه هیچ نقشه به روزی از زمین نداره. تو که الان مرخصی گرفتی و اون کارم طوری که خودش میگفت نهایت 15 روز طول میکشه و تموم هزینه ها با خودشه. نفری 50 تومنم میده. گفتم 50 تومن؟ ما 1 ماه میریم توی اون شرایط سخت کار کنیم 12 تومن میگیریم. این میگه 50,000 تومن؟ اونقدر تو گوشم روزه خوند تا راضیم کرد. چون رفیق فابریکم بود و خیلی قبولش داشتم 2 روز بعد وسایل کارمون رو حاضر کردیم و به طرف منطقه راهی شدیم. ظهر رسیدیم و رفتیم به همراه کارفرمایی به نام سعیدی رستوران نهار خوردیم. ما رو برد خونه خودش توی شهر دماوند. وسایل رو گذاشتیم و اون روز با هماهنگ کردن و خرید یه سری وسایل گذشت و قرار شد از فردا استارت کار رو بزنیم. توی همون برخورد اول با سعیدی احساس کردم آدم مرموزیه و از اونایی بود که خیلی کم حرف میزد. به عارف گفتم این سعیدی چرا اینطوریه؟ اصلا ازش خوشم نیومده و نمیدونم چرا یه دفعه به دلم بد اومده و دلشوره گرفتم. عارف گفت ایشون به خاطر شغلش اخلاقش اینجوریه. به دلت بد را نده. آدم بدی نیست. ما کارمون رو انجام میدیم و پولمون رو میگیریم. یه مقدار صحبت کرد و من دیگه حرفی نزدم. صبح روز بعد به همراه آقای سعیدی و 4 کارگر و لوازم و تجهیزات با 2 ماشین به طرف محل کار راهی شدیم. من و عارف و سعیدی توی لندوور بودیم و عباس آقا راننده نیسان با کارگرا به دنبالمون. داخل ماشین عارف و سعیدی یه جورایی با ایما و اشاره با هم حرف می زدن. من بیشتر به سعیدی شک کردم. بعد از 1 ساعت از شهر دماوند و طی کردن جاده خاکی و طولانی تو سمت چپ جاده دماوند فیروزکوه به روستای مورد نظر رسیدیم. بعد از طی حدود 5 کیلومتر دیگه به محل پروژه رسیدیم. در کمال تعجب دیدم که یک کانکس کاروانی خیلی مجهز و منبع آب و کلیه امکانات جهت اقامت 2-3 هفته‌ای در نظر گرفته شده. برای مشکل برق و روشنایی هم یه موتور برق اونجا بود. از عارف پرسیدم این رفیق سعیدی مثل این که پولش از پارو بالا میره ها. خب به جای این همه خرجی که کرده یه خونه توی همین روستا پایین اجاره میکرد دیگه. عارف جواب داد منم دیشب فهمیدم و همین سوالو ازش کردم. گفت با مردم روستا از قدیم و ایل و طایفه‌ای مشکل داره. خوشش نمیاد سر هر مسئله‌ای باهاشون درگیری پیدا کنه. ثانیاً گفته اینطوری سریعتر کار جمع میشه و هر روز صبح راننده میره دماوند. با یه رستوران هماهنگ کردم ناهار و شامو میاره. دیگه چیزی نداشتم بگم. یا علی گفتیم و کارو شروع کردیم. مطابق معمول اول باید ایستگاه‌های نقشه برداری رو مشخص می‌کردیم و شروع به کار برداشت نقاط می‌کردیم. روز اول و دوم گذشت. به نظر میومد ما اصلاً کار نمی‌کنیم. دور خودمون داریم الکی میچرخیم. اصلاً با اون اصول اولیه کار نقشه برداری جور در نمیومد.
گاه و بیگاه عارف و سعیدی رو میدیدم که یه نقشه دستشونه و داخل محوطه میچرخن. عارف با رنگ جاهایی رو علامت گذاری میکرد و ازشم میپرسیدم که چی کار میکنی؟ جواب سر به هوا بهم میداد. به قول معروف یه جوری میپیچوند منو. روز سومم به همین منوال گذشت. شک و شبهه من در خصوص کار و صداقت حرفای سعید و جوابای گمراه کننده رفیقم عارف هر لحظه بیشتر میشد. شب شام خوردیم و یه ساعتی صحبت کردیم و خوابیدیم. کانکس یه طرفش من و عارف بودیم و یه طرفش هم کارگرا. کلاً خیلی مجهز و راحت بود. اون روز توی دستم خار رفته بود. از درد و سوزشش خوابم نمی برد. بی حرکت توی جام دراز کشیده بودم. ساعت حدودای 12 بود که عارف خیلی آروم از جاش بلند شد و نیم نگاهی به من کرد. به خیال اینکه خوابم از کانکس رفت بیرون. خیلی آروم در اتاق کارگرا رو زد و صدای پچ پچ کردنشون رو شنیدم. با 2 تا از کارگرا از کانکس فاصله گرفتن و تو سیاهی شب گم شدن. دیگه شکم 100% به یقین تبدیل شده بود که سعیدی و عارف ریگی به کفش دارن. ولی هنوز متوجه اصل قضیه نشده بودم. نزدیکای اذان صبح عارف و کارگرا برگشتن. عارف خیلی آروم اومد داخل. توی جاش دراز کشید. صبح ساعت 7 منو از خواب بیدار کرد. خیلی سرسنگین جوابشو دادم و رفتم بیرون. آبی به دست و صورتم زدم و برگشتم داخل. خواست برام چایی بریزه که گفتم لازم نکرده. خودم میریزم. متوجه بد اخلاقیم شد و گفت امروز از دنده چپ از خواب پا شدی. چته؟ برای چی با من تلخی میکنی؟ توی صورتش زل زدم و بهش گفتم رو پیشونی من چیزی نوشته یا جدیدن شاخ و دم در آوردم که خودم خبر ندارم. رو چه حسابی من الاغ فرض کردی و آوردیم اینجا که چی بشه؟ 3 روزه داریم الکی فیلم بازی میکنیم و ادای نقشه برداری ها رو در میاریم. هرچی هم ازت میپرسم جواب الکی بهم میدی. خودتو به کوچه علی چپ میزنی. دیشب ساعت 12 با 2 تا از کارگرا شب نشینی اجنه دعوت داشتی که تا صبح طول کشید؟ یا همین الان میگی جریان چیه یا من با عباس راننده نیسان میرم دماوند و بعدش هم راهی تهران میشم. عارف اولش نم پس نداد. میگفت اشتباه میکنی و ما فقط برای کار نقشه برداری اینجا هستیم و دیشب با کارگرا جایی نرفتیم. همین دور بر کانکس بودیم. چند تا هم برگه از جیبش در آورد و جلوم گرفت و گفت اینها باور نداری؟ اینا رو بخون. با همه هماهنگ شده. من برگه ها رو گرفتم و خوندم. در نظر اول همه چیز درست بود و با اداره محیطبانی و نیروی انتظامی و دهبانی هماهنگ شده بود که ما برای 1 ماه کار نقشه برداری توی اون منطقه هستیم. 3 بار خوندم که دیدم اوراق به طرز خیلی ماهرانه‌ای جعل شدن. سربرگ‌ها و مهر و امضاهاش همه جعلی و دروغیه. برگه ها رو پرت کردم طرف عارف و گفتم خودتی. جمع کن ببینم بساط مارگیری تو. عارف که دید حرفاش دیگه خریدار نداره و پتش روی آب افتاده گفت واقعیتش سعیدی یه نقشه گنج داره. ما اینجا پوششی هستیم که شبا بتونن کنده‌کاری کنن و دیشب اولین شبی بود که شروع به حفاری کردن. من اونقدر عصبانی بودم که اولش میخواستم دوباره بزنم زیر گوش عارف. خویشتن‌داری کردم و گفتم اون وقت تو و من الاغ به خاطر 50,000 تومان اومدیم همدست یه سری قاچاقچی خطرناک شدیم. بدبخت میدونی اگه مامورا بو ببرن من و تو هم شریک جرم سعیدی حساب میشیم. چند سال زندون رو شاخمونه. اصلا گیر قانونم نیافتیم. یعنی تو نمیدونی تمام گنجا و دفینه های زیر خاک نگهبان اجنه داره؟ اونم از نوع شیطان و شرورش؟ با اونا میخوای چی کار کنی؟ نکنه براشون سهم در نظر گرفتین؟ عارف سیگاری روشن کرد و گفت مگه دیروز حواست نبود یه ماشین برای سرکشی از طرف نمیدونم دهبانی بود یا محیطبانی اومدن برگه مأموریت ها رو دیدن و چیزی دستگیرشون نشد و شک نکردن؟ انشالله از این به بعدش هم هر کسی برای سرکشی بیاد به چیزی شک نمیکنه و میرم پی کارشون. من 50 تومن رو بهت دروغ مصلحتی گفتم. قراره کار که انجام شد گنج رو در آورد یه دوربین و یه ماشین ازش بگیرم. چون میدونم هست. اگه نیست اصلا همین الان جمع کن بریم تا اتفاقی برامون نیفته.
عارف اونقدر برام حرف زد و در نهایت گفت اگه بری تنها میشم و میترسم واقعا سرم کلاه بره. تو که اومدی و 3 روزش هم گذشته. انشالله شاید به هفته هم نکشه و کار تموم بشه. رفیق نیمه راه نشو و بمون. منم فردین بازیم گل کرد و گفتم باشه. فقط به خاطر تو میمونم و از خدا میخوام به خیر بگذرونه. اون روز تا ظهر اتفاق خاصی نیفتاد. بعد از نهار که دوباره مثلا شروع به کار کردیم، یکی از کارگرا رو مار نیش زد. یکی دیگه شونم توسط یه شغال زخمی شد. حمله شغال به اون کارگری که دیشب برای کنده‌کاری رفته بود خیلی عجیب بود. از اینکه شغال حیوانیه که از انسان میترسه و دوری میکنه. جفت اون کارگرا رو عباس آقا برای درمان به دماوند منتقل کرد. و عجیبتر این که توی بهداری عکس چند تا مار رو به کارگر فوق نشون داده بودن تا واکسن آنتی زهر همون مار رو بهشون تزریق کنن. مشخصاتی که کارگر مجروح داده بود ماری بود که نه تنها توی اون منطقه بلکه طبیعت ایران نمونه‌ش هم تا به حال ندیده بود. در هر صورت یه واکسن بهش تزریق میکنن و به کارگر دیگه هم واکسن ضد هاری میزنن. عباس آقا که برگشت این قضایا رو برامون تعریف کرد. اون شبم ساعت 12 عارف با 2 تا کارگر باقی مونده برای حفاری رفتن و سپیده نزده برگشتن. صبح بلند شدم با بیمیلی همراه 2 تا کارگر باقی مونده دوباره مثلا شروع به کار کردیم. کارگرها به خاطر بیخوابی دیشب کلافه و عصبی بودن و حدودای ظهر بی خودی و بی جهت به همدیگه می پریدن و کتککاری حسابی راه انداختن. تا یکیشون دندونش نشکست و اون یکی هم دماغش داغون نشد دست از دعوا و مرافعه بر نداشتن. خیلی از خودم شاکی بودم. به خودم فحش و ناسزا می دادم که اینجا چی کار می کنم. عارف و صدا زدم و کلی حرف بارش کردم. گفتم 1 ثانیه دیگه هم اینجا نمیمونیم. نسناس کوری؟ نمیبینی؟ اون از اون 2 تا ننه مرده که دیروز مار و شغال ناکارشون کرد، اینم از امروز که این 2 نفر بی خودی و بی جهت مثل سگ و گربه به هم پریدن و همدیگر رو لت و پار کردن. گفتم عارف جون مادرت بیا تا یه بلایی سرمون نیامده جمع کنیم از این خراب شده بریم. عارف دوباره شروع به التماس کرد و گفت تو که بودی تا الان. خب 1-2 روز دیگه کارمون تموم میشه. میخواستم سیر این خبر رو سر نهار بهت بدم. دیشب موقع کنده‌کاری به یه سقف رسیدیم. امروز سعیدی قراره 1 نفر خبره که کارش باطل کردن طلسم گنجه با خودش بیاره و خدا بخواد کار داره به نتیجه میرسه. گفتم تو که به اجنه و این حرفا اعتقاد نداشتی چی شد؟ خودت منتظر باطل سحر کن هستی؟ بدبخت این بلاها که داره سر کارگرا میاد همش به خاطر وجود همون اجنه نگهبان گنجه است که داره هشدار میده گورتون رو گم کنین از اینجا. بعدش همون کارگرای فلک زده چه گناهی دارن که به خاطر روزی 200-300 هزار تومان این بلاها سرشون بیاد؟ عارف با پوزخند گفت کارگر ننه مرده فلک زده کیلو چنده؟ اینا همه با هم کار میکنن و یه اکیپن. فکر میکنی اینجور آدما کارگر دور میدون میارن؟ گفتم آهان، پس فقط منم که از همه جا بی خبرم. با ناراحتی رفتم روی یه سنگ نشستم و یه سیگار روشن کردم. دیگه صحبت رو ادامه ندادم. تا شب به عارف به حالت قهر بودم. هر کاری میکرد با هم حرف بزنه جوابشو نمیدادم. شب سعیدی همراه 1 نفر از خودش مرموزتر اومد. توی فضای سرد و با سکوت شام خوردیم. سعیدی به همراه رفیق تازه واردش رفتن اتاق بغلی مخصوص کارگرا. 1-2 بار عارف رفت و برگشت. منم خودم رو با خوندن کتاب سرگرم کردم که از اون فضا و محیط تا حدودی فاصله بگیرم. مطابق هر شب ساعت 12 سعیدی و رفیقش و عارف و 2 تا از کارگرا از کانکس خارج شدن. چند قدم دور نشده بودند که عارف برگشت داخل کانکس و گفت سعیدی میگه حالا که رفیقت از قضیه گنج با خبر شده اگه مایل و دوست داره بیاد ببینه میخوایم چی کار کنیم. من با وجود این که خیلی از سعیدی بدم اومده بود و از عارف هم حسابی شاکی بودم حس کنجکاوی به هم غلبه کرد. بلند شدم به همراهشون به محل حفاری رفتم که کاش پام قلم میشد و نمی رفتم. به جایی رسیدیم که یه چاله کنده بودن. اونقدر فضای اطراف شوم و سنگین بود که هر لحظه فکر میکردم یکی از پشت چنگ میزنه توی گردنم و آسیبی به هم میرسه.
دل تو دلم نبود که از پشت سرم صدای خشخش شنیدم و حضور شومی رو پشت سرم حس کردم. سعیدی و رفیقش و عارف و کارگرا یه 10-15 قدمی از من فاصله داشتن. خیلی آروم داشتن صحبت می‌کردن. خواستم صداشون کنم که منصرف شدم. با ترس و لرز برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. به خاطر مهتابی تا حدود چند متری قابل رؤیت بود. یه موجود تماماً سیاه روی 2 پا نشسته بود و با چشمای خیلی بزرگ و براق زل زده بود به ما. اونقدر ترسیده بودم که تا چند ثانیه قدرت هیچ کاری رو نداشتم. سری رومو برگردوندم و رفتم طرف عارف و دیگران. به عارف اشاره کردم. اومد طرفم. بهش گفتم چی دیدم و اون نقطه رو بهش نشون دادم. عارف چشمشو تنگ کرد و گفت کو؟ من که چیزی نمیبینم. شاید سگ بوده. به دلت بد را نده. بیا داخل گودال رو نگاه بنداز. زیر اون سقفی که میبینی گنج قرار گرفته. این رفیق سعیدی هم میگه جنس این سقفه از ساروجه. امشب میخواد خرابش کنه. از سر کنجکاوی رفتم جلو و داخل گودال رو نگاه کردم. اون سقف رو دیدم. سریع عقب کشیدم و به فاصله چند قدم از سعیدی و رفیقش و کارگر روی زمین نشستم. از عارف خواستم کنارم بشینه. اونم بدون حرف اضافه‌ای کنار دستم نشست. رفیق سعیدی از توی کوله پشتیش یه گالون تقریباً 2 لیتری در آورد و از عارف پرسیدم اون چیه؟ گفت مخلوطی از الکل و آب لیمو و سرکه انگور و یه جور اسیده که میریزن رو ساروج و از بین میبرنش. رفیق سعیدی داخل گودال شد تا به خیال خودش باطل السحر انجام بده و هم ساروج از بین ببره. سعیدی و کارگراش بالای گودال ایستاده بودن. من و عارف به فاصله 10-15 قدمی از گودال روی زمین نشسته بودیم. هر لحظه دلشوره و استرس و ترسم بیشتر می شد. هراسان منتظر اتفاقی شوم بودم. همینطور که داشتم زیر لب اسم خدا و پیغمبر و معصومین رو می گفتم، با فریاد وحشتناک آی سوختم رفیق سعیدی داخل گودال از جا پریدم. در کسری از ثانیه یه موجود بزرگ و سیاهی تر از تاریکی با سرعت خیلی زیاد به طرف سعیدی رفت. آنچنان ضربه‌ای به سعیدی زد که با سر داخل گودال افتاد. اون موجود در تاریکی شب محو شد. من و عارف از ترس و وحشت دست همدیگر رو محکم گرفته بودیم. خشکمون زده بود که دوباره صدای آی سوختم دارم میمیرم رفیق سعیدی از داخل گودال شنیده شد. نمیدونم چند ثانیه یا چند دقیقه گذشت که صدای کارگرا که از ما 2 نفرم بیشتر ترسیده بودن و عارف و منو صدا میکردن به گوشم رسید که از ما میخواستن کمک کنیم تا اون 2 نفر آدم احمق رو از گودال بیاریم بیرون. یه مقدار به اعصابم مسلط شدم و به خسرو گفتم بفرما اجنه کیلویی چنده؟ عارف زبونش بند اومده بود. فقط با چشمای گرد شده از ترس نگاه میکرد. با اینکه از اون 2 نفر بی نهایت متنفر بودم، به کمک عارف و کارگرا از گودال بیرونشون آوردیم و دست رفیق سعیدی رو دیدیم که جای نیش و گاز ماری که معلوم بود بزرگ بوده خونین و کبود شده بود. سعیدی هم در اثر سقوط داخل گودال ناله میکرد و از سرش خون جاری بود. نمیدونم اون شب شوم چجوری اون 2 نفر رو به کمک کارگرا به کانکس رسوندیم و عباس آقا رو بیدار کردیم که سریعاً اون 2 نفر رو به دماوند برسونه. عباس آقا خوابالود بود و از همه جا بیخبر هاج و واج به سعیدی و رفیقش زل زده بود و منم به عارف گفتم بس نیست؟ میخوای از این بدترش رو ببینی؟ عارف هیچی نمیگفت. نمیدونم از ترس بود یا خجالتش از من. بهش گفتم منم با اینا میرم دماوند. ماشین دربستی میگیرم میرم تهران. تو هم میخوای بمون میخوای بیا. دیگه برام اهمیتی نداره. که یک باره با صدای سنگ‌هایی که به کانکس میخورد همگی وحشت زده به همدیگه نگاه میکردیم. سر جامون خشکمون زده بود. صدای پاهاش نظیر اسب بزرگی بود که به گوشمون میخورد و هر لحظه نزدیکتر میشد. به یک باره آنچنان ضربتی به کانکس زد که همگی تعادلمون رو از دست دادیم و به روی زمین افتادیم. صدای پای وحشتناک که در حال چرخیدن دور کانکس بود همچنان به گوش ما می رسید. بار دوم دوباره ضربه شدیدتری به کانکس زد
و همونطور که ناگهانی اومده بود، ناگهانی هم غیبش زد. هیچ کدوم جرأت حرکت یا زدن یک کلمه حرف رو نداشتیم که صدای ناله رفیق سعیدی ما رو به خودمون آورد. هر لحظه حالش بدتر می شد. از ترس اینکه اون موجود که خدا میدونه چی بود دوباره برگرده، جرأت هیچ کاری رو نداشتیم. یه مدت که گذشت و دیدیم خبری نیست، با ترس و لرز از کانکس بیرون اومدیم. من و خسرو و یکی از کارگرا سریع وسایل و تجهیزات نقشه برداری رو پشت نیسان گذاشتیم و 3 نفری سوار نیسان شدیم. عباس آقا و سعیدی و رفیقش و کارگر دیگه سوار لندوور شدن و راه افتادیم. به روستای نزدیک محل کارمون رسیدیم و عباس آقا چون مال اون روستا بود رفت در خونه یکی از آشناها که مسئول بهداری بود از خواب بیدارش کرد. ساعت حدوداً 2:30 شب بود. با کلی التماس و خواهش و تمنا ازش خواست به رفیق سعیدی و خود سعیدی کمک کنه. مسئول بهداری که انسان شریفی بود اومد در بهداری رو باز کرد و دست رفیق سعیدی رو تا جایی که امکانات و داروهای محدودش اجازه میداد درمان کرد. گفت حتما باید به دماوند ببرینش تا کاملا تحت درمان قرار بگیره. سر سعیدی هم که خراش خوردگی داشت و نشکسته بود پانسمان کرد. ازش کلی تشکر کردیم و اومدیم بیرون. سعیدی که تا یه قدمی اون گنج رفته بود اصلاً ولکن قضیه نبود و گفت با کارگرش برمیگرده سر گودال تا گودال رو استتار کنه. فردا یه فکر دیگه‌ای برای درآوردن اون دفینه بکنه و از عباس آقا خواست رفیقش رو به بیمارستان دماوند برسونه. بعد نگاهی به عارف کرد و پرسید میمونی یا میری؟ عارف جوابی نداد و برگشت به من نگاه کرد. من بدون اینکه ثانیه‌ای صبر کنم رفتم توی ماشین نشستم و به عباس آقا گفتم منم با شما میام. عارف همینطوری وایساده بود و هیچی نمیگفت. عباس آقا ماشین رو روشن کرد و راه افتاد که صدای عارف رو شنیدیم که میگفت نگهدار منم میام. عباس آقا نگه داشت و عارفم بعد از اینکه به طرف سعیدی رفت و چند کلمه‌ای بینشون رد و بدل شد اومد سوار ماشین شد. به طرف دماوند حرکت کردیم. نزدیکای اذان صبح بود. عباس آقا اول رفیق سعیدی رو به اورژانس بیمارستان رسوند و من و عارفم داخل ماشین منتظر شدیم برگرده. خودمو که توی شهر دماوند و بدور از محیط شوم و وحشتناک دیدم خدا رو شکر کردم و چشمامو بستم. عارف بدون اینکه حرفی بزنه توی خودش بود و بهتر دیدم فعلا کاری به کارش نداشته باشم. 1 ساعت بعد عباس آقا برگشت و گفت رفیق سعیدی باید یه روز تو بیمارستان تحت نظر باشه. ازش خواستیم چون خیلی خسته‌ایم و شاید معطل ماشین بشیم ما رو به تهران برسونه. اونم بدون هیچ حرفی به طرف تهران حرکت کرد. با صدای عباس آقا که میگفت رسیدیم چشممو باز کردم و دیدم سراح تهران پارس هستیم. یه ماشین دربست گرفتیم و رفتیم خونه. 2 روز بعد رفتم شرکت. چون مرخصیم تموم شده بود و میخواستم مرخصیمو 1 هفته دیگه تمدید کنم. مهندس کریمی معاون شرکت که میونش با من خیلی خوب بود و در جریان دعوا و مرافعه‌ام با یکی از سهامداران شرکت بود ازم خواست مرخصی نگیرم و گفت یه مأموریت خیلی خوب و کم دردسر رامسر هست. خودم هستم و بایدم یکی هم همراه هم ببره. کی از تو بهتر؟ کارش نظارته و امکانات و هتل و همه چیزش عالیه. منم از خدا خواسته قبول کردم و 1 ماه رفتم رامسر. از مأموریت برگشته بودم. توی شرکت پشت میزم نشسته بودم و داشتم گزارش کار می نوشتم که عارف از در اتاق اومد داخل. با اینکه هنوز ازش شاکی بودم همدیگر رو بغل کردیم و بوسیدیم. پا شدیم از شرکت اومدیم بیرون یه سیگار بکشیم. دست کرد از جیبش 50,000 تومان در آورد و گفت بگیر. اینم دستمزدت. گفتم چه دستمزدی؟ ما که به 1 هفته هم نشد اونجا بودیم. اون بلاها هم سرمون اومد و برگشتیم. این پول بابت چیه؟ نکنه رفتی با رفیق عزیز شارلاتانت گنج رو در آوردی؟ گفت کدوم گنج؟ کدوم کشک؟ اول کار زرنگی کردم 100 تومن بابت دستمزد 1 ماهه به غیر از قول و قرارمون به اضافه اجاره دوربین و تجهیزات رو ازش گرفتم. 10 روزم بعد از اینکه تو رفتی رامسر رفتم در خونه پدرش توی تهران. آدرسش رو داشتم. گفتن ازش خبری نداریم. مثل اینکه آب شده رفته زیر زمین. چند ماه بعد عارفو دیدم که گفت میدونی چه بلایی سر سعید اومده؟ اون کارگرش رو اتفاقی دیدم و برام تعریف کرد. اون شب برمیگردن گودال که استتارش کنن.
بعد برن سراغش. میگه گودالو پر کردیم و داشتیم که برمیگشتیم اصلا نفهمیدیم توی اون جاده خاکی با چی تصادف کردیم. ماشین چپه کرد و چند تا از روستایی‌ها 2-3 ساعت بعد که از اونجا رد می‌شدن کمکشون میکنن و رسوننشون بهداری. از اونجا منتقلشون میکنن دماوند. کارگره که دست و پاش شکسته بود و 1 ماهی هم خونه خوابیده بود. سعیدی هم یه چند روزی تو کما بود و به هوش که میاد قاطی میکنه و هی داد و بیداد میکرد. مثل اینکه دارن کتکش میزنن. خانواده‌اش هم چند ماهی میشه بردنش خونه یکی از اقوامشون شهرستان. اونجا ازش نگهداری